عشق پیری گر بجنبد سر به رسوایی زند. حاجی چه سالی حاج خانومو باش ازدواج کردی؟ حاج خانم سن چند سالگی؟ 91 بله چه سالی هستی حاجی؟ تولد 11 دیگه من به دنیا اومدم. 5 سال تنها بودم اون زنک مرد. 5 سال. آره 5 سال تا مرد تنها بودم و مرد بودم گفتم زن میخوام. قبل از اینکه بری خواستگاری به بچه‌هات نگفتی؟ چرا به دختران گفته بودم. خب دختران ما بهشون گفته بودم ولی کسی اقدام نمی‌کنه بره. خودم پا پیش گذاشتم. آره ما یه مسئله داریم اینجا تو دهمون با هم میگوییم که اگر کسی حلوای چرب خواسته بشه خودش به صورت قبله بخوابه. رفتم صبح بوده خونش اینجا کارم حتما که با خدا زیده بودم کارم کرده بودم. پسر بزرگشم بود گفتم حاج خانم توی اون واسه بود میای پای همسایه بوده خیش هم بودین تقریبا. گفتم میای پای من حرف بزنن یا اون بالا کسی گفت میام پای. گفتم این پسر بزرگ ما آمدن خواستگاری ذهن من میشه یا نه. یعنی حاج آقا خودتون رفتی خواستگاری؟ بله آره خودم خواستگاری کردم. خجالت کنم که بیچم بزرگ شدیم. بعد حاج خانم جواب چی داد؟ آره حاج خانم گفت من با سه بچه‌ام سوال کن. پسر بزرگشان گفت من مادر حرفی ندارم. بچه ها رضایت دادن. یکی دوتون راضی نبودن. به این گفتن تو بله رو بگو همه اون کارا با من رو درست میکنه. همونا شد خانم آخر 3 تا یا 4 تا روزه داشتیم و خانم اجازه داد بله سیستدیم رو شدیم زن شوهرم و الان راضی هستی؟ آره راضی هستم. بنده به من رحق 2-3 تا اسم میگن. اوسعلی میگن، علی گل میگن، علی طالبی هم میگن. بچه 6 دارم ولی 90 نفر هستن الان که با خانم اینجا نشستن. این 90 تا کیا هستن؟ 90 تا نبیره هست، نوشهره هست،